من رفتم به یک مسجد برای سخنرانی و تکبیر گفتم. قبلش رفتم تا وضو بگیرم و یک مرد دیگر هم وضو می گرفت و همه جای خود را می شست. توجه نکردم. بعد از 5 یا 10 دقیقه ما به مسجد رفتیم و آن مرد هم آمد. الله اکبر نماز خواندیم. آن مرد گفت الله اکبر، الله اکبر و آن را 6-7 بار تکرار کرد. السلام علیکم، السلام علیکم، الله اکبر و سپس نماز را رها کرد و رفت. و او بعد از 2 رکعت آمد با وضو و همان کار را 5 یا 6 بار تکرار کرد و دوباره رفت. بعد از پایان نماز مرد را دیدم که می آید تکبیر می گوید و بعد می رود تا وضو بگیرد. چی فکر می کنید؟ مشکل این مرد چیست؟ شیطان به سراغش می آید. نیت تو درست نیست، دوباره تکبیر بگو. شاید می خواستی نماز شام را ادا کنی، حال خفتن است. دوباره الله اکبر. راستی وضویم، آیا پاهایم را شستم برادر؟ آنقدر شستی که کاملا کوچک شد. حال دیگه اندازش یکی نیست. پس تو چی میکنی؟ بناهن او رفت. مردم نماز خواندن، شب تمام شد و او هنوز هم الله اکبر. این یک مریضی است. شیطان با او بازی میکند. در سوی دیگر، به عبارت دیگر، بعضی ها در بین ما هستند که توجه نمیکنند. همه چیز آسان است، همه چیز حلال است، در همه چیز الله غفور و رحیم است. برادر، تو آرنج راست خود درست نشستی، اثری از آب نیست. خیر است دستم خوش شستم. اگه تو فیصدیش اندازه بگیری بسیار کم است. الله غفور و رحیم است. برادر، نماز عصر 3 رکعت خواندی. بله، اما خدا میفهمه که من میخواستم 4 رکعت بخوانم. خیر است. و این گونه افراد هم یافت میشوند. این اشخاص آسان تر از همه مرتکب گناه میشوند. پس دست دادن با زنان حلال است یا حرام؟ حرام. اما اکثرا این کار را میکنند. در میدان هوایی، در دفاتر، در بعضی اماکن اسلامی. خواهر می آید و من متاسفانه این را دیدم. نمیخواهم از کشورش اسم ببرم. و آنها با همکاران دیگر دست میدهند. این چیست؟ این اسلامی است؟ و 10-20 سال بعد شاید چطور استی؟ خوب استی؟ کلگی خوب است؟ الحمدلله. بیبی شیخ ایمان در قلب است. او قضیاد سخت نگی. این گونه شیطان با ما بازی میکند. مغز ما را دستکاری میکند چون ما دور هستیم از قرآن و سنت. اما اگر قرآن و سنت را اینجا داشته باشیم، هر کاری که میکنم دوست دارم یک گلاس آب بنوشم. خب این یک مثال است، اما واقعا میخواهم یک گلاس آب بنوشم. بنابراین او پیش من آمد و گفت بسم الله. این عملی است که باید از سیستم فیلترینگ عبور دهم. نوشیدن با دست چپ درست است یا غلط؟ نه، پیامبر گفت که شیطان با دست چپش آب و غذا میخورد، پس حرام است. بسم الله. برادر، این افراطی است. افرادی هستند که میره میگن شما به رستوران میرین و میبینین که مردم ماشاءالله مثل غرب، پنجه در دست چپ، چاقو در دست راست، ریزگک توته های کوچک گوشت، ماشاءالله بسیار متمدن. شما چقدر مصنوعی هستین، ماشاءالله. دکترا، مهندسا. برادری حرام است، تو مثل شیطان میخوری. اما نمیدانند، یا میدانند اما متکبر هستند و میگن حلال است، مشکل نیست. این روشی است که شیطان با ما بازی میکند. ما باید همیشه با اصول اولیه برگردیم. گاهی اوقات احساس میکنیم که اصحاب که خداوند از آنها راضی باشد بهترین نسلها هستند و هستند بدون شک. با این حال حتی آنها هم انحرافات کمی داشتند، اما کی با آنها بود؟ پیامبر را داشتند که آنها را اصلاح کند. ما نداریم، ما فقط قرآن و سنت را داریم. 3 مرد به خانه پیامبر آمدند صلی الله علیه و سلم و از مادر مؤمنان پرسیدند و گفتند ای مادر مؤمنان، عادت پیامبر صلی الله علیه و سلم در عبادت چگونه بود؟ و به آنها گفت او میخوابد، این کارا میکند، آن کارا میکند. آن 3 مرد فکر کردند که این کار بسیار آسان است که از یک پیامبر انتظار داشت. آنها گفتند بله پیامبر خدا تمام گناهان گذشته و آینده ایش را بخشیده است، ما مثل او نیستیم. بنابراین یکی از آنها گفت من تمام شب را عبادت میکنم و هرگز نمیخوابم. دومی گفت من تمام روز را روزه میگیرم و هرگز روزم را نمیشکنم، هر روز. سومی که خوششانس بود گفت من با هیچ زن ازدواج نمیکنم. او میخواست از سردرد خود را نجات دهد. به هر حال خب
پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی این را شنید، آیا گفت ماشاءالله اینها اصحاب من هستند، آنها راهب هستند؟ از این موضوع خشمگین شد و او بالای منبر رفت و گفت چرا مردم چنین و چنان میگویند؟ به خدا من هم میخوابم و هم نماز میخوانم، روزه میگیرم و افطار میکنم و با زنان ازدواج میکنم. هر کس که بخواهد یا تصمیم بگیرد غیر از راه و سنت من را انتخاب کند از ما نیست. پس هر وقت فردا خواستی کار انجام دهی، از کجا بدانم که متعادل هستم یا نه؟ آن را با سنت پیامبر مقایسه کن، هرگز اشتباه نمی کنی.